سازمان بورس اوراق بهادار از تصویب برخی مقررات برای سهولت در ورود و خروج ارز درباره واکسن معرکه‌گیری تو برای چی این شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بینی؟ من که نشستم کنار سرم تو گوشی چیکار دارم؟ مگه صدا و سیمای خودمون چشه که همش شبکه‌های مستجن ماهواره‌ای می‌بینی که همش حرفای مثبت 18 منشوری میزنن؟ دفعه آخرت باشم. چیزی نگفتم من. این چجوری میره رو شبکه‌های داخلی؟ اون دکمه سبز رو بزن میره. بچه‌ها در مدرسه باید بازی کردن رو بیاموزن و در بازی کردن یاد بگیرن. به قرآن مجید آقا میرسم میگم آقا سال نو مبارک. باشه عمو اسکندر خودتو کنترل کن آقا. پدر پیشبینی شبکه ورزش و استاد چینش وزنم پیدا کرد. پس پاشو بیا ببینش. همین بفرمایید خراب کرد. این رفت این گلی که الان دنی وگا زد رفت تو ثبت شد تو تاریخ باشگاه آلکویان. ساختار ژنومی که این ویروس، چون میدونیم ویروس یه موجود زنده نیست، یک موجود. آقای فغانی هم که آشناس دیگه اسمش. بله یادش میندازه شما رو. منو یاد شیر سماور انداخت. داور دقت کن منظورشون بود. بله. مثلا این لیوانو فروختم به شما، اجاره دادم به این، آبش هم میگن آقای چیز بخوره، آقای میثاقی بخوره. اگر میخواید چاپ کوبیده نریزه سیخ زدید حالا؟ نه کوبیده آیه من شما سیخ زدید حالا؟ بله. نمیریزه؟ آیه حیث شما سیخ زدید حالا؟ نه من فقط بلدم بخورم. الان بیافتم میگم چی گفتم بزنم، گفتم توی آدم پپری، من بیافتم تو بیای که به کون منو بشوری، اصلا میکنی این کارو، اصلا میخوام بگم، خب ببخشید داشتم تو بگم حقیقت چی بگم، اصلا نمیکنن. با این هالند سرشو گرفته. مثلا شما پورتری خودتون میدادید آقای جمشیدی براتون ساک می‌زدن رو نون مثلا. بعد میرفتی باش نون می‌خوری. عرضم به حضور شما که ما باید این کیلیا رو با کول ما بگیریم. یه مردی پیدا بشه بیاد من بهش بدم. آخه به قیمتی که شاید شما بگین اجازه بدید یه جلسه شما یه طرفه کنه. موضوعشون رو نمیگم ولی خیلی چیزای دیگه هم هست که بزرگش بهتره. منتها خب دیگه حال نمیشه راجع بهش صحبت کرد. به هر حال وقت برنامه اجازه